تا حالا فکر کردی کاغذی که هر روز استفاده می‌کنیم واقعاً توی کارخونه چطور ساخته میشه؟ ماجرا از جایی شروع میشه که تنه‌های بزرگ درخت وارد کارخونه میشن. اول این تنه‌ها با آب داغ کاملاً شسته میشن تا خاک و آلودگی از روشون پاک بشه. بعد وارد دستگاه برش میشن و از اونجا میرن داخل یه استوانه بزرگ چرخان که پوست درخت رو کامل جدا میکنه. بعد چوب‌ها به قطعه‌های کوچکتر حدود 3 تا 5 سانتیمتری خورد میشن. این تراشه‌های چوبی با بخار حرارت داده میشن تا رطوبتشون یک نواخت بشه. بعد دوباره شسته میشن تا سنگریزه، شاخه و ناخالصی‌ها جدا بشه. مرحله بعد ورود به دستگاه ریفاینره، جایی که تحت گرما و فشار بالا ماده‌ای به نام لیگنین نرم میشه و الیاف چوب از هم جدا میشن. اینجاست که خمیر کاغذ به وجود میاد، خمیری غنی از سلولوز. برای اینکه این خمیر تبدیل به کاغذ سفید بشه، مرحله سفیدسازی انجام میشه. آب زیادی بهش اضافه میکنن و موادی مثل کربنات کلسیم و خاک رز هم داخلش میریزن تا کیفیت کاغذ بهتر بشه. یه مقدار روشن کننده مخصوص هم اضافه میکنن تا کاغذ سفیدتر و نرمتر دیده بشه. بعد این خمیر از بین چندین غلطک عبور میکنه و آب اضافیش گرفته میشه. کم کم خشک میشه، سطحش صاف میشه و تبدیل میشه به یه ورق پیوسته کاغذ. در آخر این کاغذ به رول‌های بزرگ پیچیده میشه، در اندازه‌های مختلف برش میخوره و به جاهای مختلف فرستاده میشه. به همین سادگی چوب درخت تبدیل میشه به چیزی که هر روز باهاش مینویسیم، میخونیم و خلق میکنیم.